این شفیاره قزاقستان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چخلکه؟ چنج خوبی؟ چخل آمدی رفتی؟ عجیب بود. شما نیستی؟ نه صد فویزه. ماشاءالله. شما چخل نکه جان؟ صد فویزه. تنج خوب؟ تنج رفته اومی؟ الله نیابون تو. یگان کم بودی نیست؟ بارک الله. خودش خیلی حضرت. شکر خدا سوز. تنج خوب؟ تنج رفته اومی؟ شاگردی شنمسی ها؟ نه بس چخل حضرت؟ الحمدلله سوز. تنج خوب؟ سوز خوب هم سوز رفته اومده واگون کامنتی نبود. صد فویزه. تراو کس مجبور کرد که برا بگم. نه یاگون ما. تحت دیگر گفت هستی. سلام علیکم. چخل حضرت؟ میشه. تنج خوب؟ سلامتی خوب؟ ماشاءالله. الله نیابون تو. چخل رفتی اومدی؟ صد فویز. یگان کم بودی نیست؟ بهترین شیمون است رفتگیم. ماشاءالله. یگان کس دستت کرد که برا بگم. نیست. کی مجبور میشه؟ چخل حضرت؟ خوب تنج سلامتی خوب. قرضدار کوفته استانه. او بایا پو. الله نیابون. تنج رفتی اومی؟ یگان کم بودی نیست؟ همه نیشتک. شفیارو چخل انگلاونی؟ پیون نیستن آخی؟ موملوشون هم نرمال. درمانه نه؟ ماشاءالله. همه دوالی ها؟ یعنی مردم توسط داده میتونی؟ بابا چی بان؟ با قرضات که میتی؟ قرضو هم گفتم. کوری جون. اینا کدامت که اینستاگرام داشته باشی بومونو او ما دارم. چی اینستاگرام داری؟ اینستاگرام دارم. اما نام چی؟ باباش 006. باباش 006 سرکش در پیشن میمونه. تو چی داری؟ به پیش بیام کی کاریم چی من؟ عثمان جان غالیبو. عثمان جان غالیبوف سرکش در پیشن میمونه ان شاء الله. اینا بارداری که میبینین این ماشین های زمانوی خدم خواست به خاطر الله و به خاطر این باردارا اومدم که ببینیم که همین راه چگونه میروند میآیند. اینجا پیتاچوک بوده که مراجعه خوب داشته بودند، همینجا میان مراجعه میخرن. خلاص دیگه هر کسی که ان شاء الله که سرحد بره و بیایه با همراه این برادرها رقماش در روی اکرانن، یعنی چی میکنه یک قرآن کریم خاص به خاطر الله توفا میکنه اون شخصی که قرآن خونده بتونه. همین خیلی وعده تو دادن لیکن ندادن تو قرآن ندادیم. کدوم همجا مجبور کرد گرفت کو چاسکش تیلی خفا بود بچره برفته. خلاص دیگه انداو جششتگی کارش بود چی. خلاص دیگه هر کسی که باشه میتونه که کارخانه ما بیا ان شاء الله. حتی میو که میره باز خودم خلاص دیگه میبرش به کارخانه در اونجا قرآن را توفا کرده گیرم میتیم شو ان شاء الله. خب باقی مونده در امان الله باشه. رقم ها رو اکرام میتونید که مراجعه کنین.